در زمانهای قدیم مردی در کنار چاه زنی زیبا دید. ازش پرسید زیرکی زنان به چیه؟ زن داد و فریاد کرد و مردم رو دور خودش جمع کرد. مرد که بسیار وحشت کرده بود پرسید چرا اینجوری میکنی؟ من که قصد اذیت کردن شما رو نداشتم. دیدم خانم محترم و زیبارویی هستی، خواستم ازت سوالی بپرسم. قبل از اینکه مردم برسن، زن سطل آبی از چاه بیرون کشید و اونو به سر خودش ریخت. مرد با تعجب پرسید چرا اینجوری میکنی؟ زن خطاب به مردمی که برای کمک اومده بودن گفت ای مردم، من تو چاه افتاده بودم و این مرد جون منو نجات داد. مردم از اون تشکر کردند و متفرق شدند. زن خطاب به مرد گفت اینه زیرکی زنان. اگه اذیتشون کنی تو رو به کام مرگ میکشن و اگه بهشون احترام بذاری تو رو خوشبخت میکنن.